اسکندر مقدونی یک فاتح بود، کشورگشا بود. وقتی کشورها رو فتح میکرد، روستاها رو، شهرها رو، به هر روستایی که میرفت، شهری میرفت، اول میرفت قبرستون، رفت سراغ قبرها رو گرفت، دید عجیبه، قبرها بزرگ ولی سن نوشته 4 سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال، 1 ساله. تعجب کرد، آخه اینجا پیرمرد نداشته؟ قبرستان بزرگ، سنها خیلی کم، خیلی اندک، قبرها بزرگ. وارد روستا شد، از رئیس اونجا سوال کرد جریان چیه؟ شما مگر مرداتون نمیمیرن؟ گفت چرا میمیرن مردامون؟ گفت چرا همه 4-5 ساله 3 ساله؟ گفت ما عادت داریم هر کس که میمیرد عمر مفیدش رو قبرش میذاریم. عمر مفیدش 3 سال بوده، 4 سال بوده، از 70 سال چه کرده واقعا؟ اونها رو میذاریم. بقیه که به درد نمیخوره، بقیه که عمر نیست، بقیه که سرمایه نیست، بقیه که هدر داده، اون دقایق و ثانیه هایی که از عمرش دقیق گذشته، اونهایی که کارهای مفید انجام داده، اونهایی که در خدمت خلق بوده، اونهایی که برای رشد تعالی بشریت مصرف کرده، ما اونها رو محاسبه میکنیم. بنابراین بالاترینش 5 سال بیشتر نداشت. عمر مفید من و تو چقدره؟ آی جوان 40 ساله، آی پدر 60 ساله، بعضیا 60 سال از خدا عمر گرفتن، اگر خوب دقیق حساب بکنن 3 روز عمر مفید نداشتن. بعضیا 70 سال از خدا عمر گرفتن ولیکن 1 ماه عمر مفید نداشتن، برای خود و بشریت مفید نبودن. و چه بسا انسانهایی بودن امثال امام محمد غزالی 45 سال عمر کردن، 55 سال عمر کردن، ولیکن به اندازه 1000 سال اینها عمر مفید داشتند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی و برخی بزرگان ما، اینها نمیشه گفت 70-80 سال عمر کردن، عمر اونها بی نهایته. امام نووی 40 سال عمر داشتن، کلا 40 سال، ولیکن هنوز که هنوز هست میگن میفرماید امام نووی، گویا هنوز زنده هستن. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین میفرماید. آیا واقعا و به راستی رسول خدا 63 سال عمر کردن؟ من این باور رو ندارم. بله، جسمشون 63 سال، ولی فکرشون، آرمانشون، اندیششون، ایدئولوژیشون سالها، هزاران سال زنده هست و زنده خواهد ماند. این نکته بسیار مهمی است. چرا ما طوری زندگی میکنیم که روز قیامت از ما سوال بکنه که چه کردید؟ عمر مفید چند سال هست هیچی نداشته باشیم؟ فقط از خوردن و از آشامیدن و پوشیدن و شهوترانی و همین هست؟